مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه منم داشتنی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و از صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز قصد دارم که در برنامه پشت پرده مقدار راجع به پشت پرده سریال عجیب و غریب و گرون پایتخت 7 افشاگری کنیم. داشتم دنبال یه واژه دیگه میگشتم، اما سریال پایتخت 7 که تونسته در طول چند سال گذشته با درخشش بازیگرهاش مخاطبهای زیادی رو جذب بکنه. بعد از چندین سال وقفه و ناز کردن و اتفاقات عجیب و غریب و فوت مرحوم خشایار الوند به عنوان نویسنده این سریال، همیشه این سریال با انتقادهای زیادی روبرو بود. اینکه نهادهای امنیتی بودجهشون رو میدن، نمیدونم سپاه بودجهش رو داده بوده توی یه فصلی و حالا هم اومدن و گفتن که این سریال با بودجه 100 میلیاردی ساخته شد. امروز میخوام راجع این سریال پایتخت 7 مقداری افشاگری بکنم، راجع دستمزدش صحبت بکنیم و اینکه آیا این مبالغی که داده شده چطوری بوده. 2-3 قسمت از سریال پایتخت 7 منتشر شد و موجی از انتقادها رو به سمت خودش کشید. از همون اول بسم الله موج انتقادها به سمت صدا و سیما با تبلیغات عجیب و غریب و طولانیش رفت. اینکه قبل از سریال 25 دقیقه تبلیغ انجام شد. در حین پخش سریال بعد گذشت تنها 10 دقیقه از سریال 8 دقیقه تبلیغ پخش شد و در حین پخش سریال هم 7-8 تا از برندها هم اومدن و تبلیغ کردن. نمیدونم شرکت عقاب و نمیدونم هواپیمایی وارش و برنج طبیعت که حالا من راجع به برنج طبیعت و اینها به زودی افشاگری خواهم کرد و اتفاقات و ارزهای دولتی که اونها دریافت کردن. خلاصه هر شرکتی که اون وسط بود به نحوی اومدن و تبلیغ کردن. البته در همه جای دنیا مرسومه که اسپانسر بیاد و توی سریال ها و جای مختلف تبلیغات بکنه، دیده بشه، ولی اینکه تا دست و خشتک توی سریال بخوان این کار رو انجام بدن، آدم یاره حرکت‌های سیاسی میندازه. سالی یه بار مثلا یه آهنگ دم عید میده، ویو میگیره. اینا الان همینطوری شدن، یعنی سوراخ و صدا و سیما پیدا کرده. البته سریال پایتخت 7 یعنی نه سناریویی داره، نه داستانی داره، نه فیلمنامه داره. حداقل در طول همین 2-3 قسمت 4 قسمتی که پخش شده این قضیه رو شاید معمولی ترین مخاطب ها، نه کارشناسا و کسانی که اظهار نظر میکنن به صورت فنی و نقد میکنن سریال ها رو، نسبت به سریال پایتخت 7 داشتن. یعنی همه میگفتن که بهترین نقش اون گرازه بودی که همون قسمت 7 قسمت اول فصل 7 اومده بوده. ولی خب نکات زیادی این موضوع داشته که حالا به این نکات میپردازیم. اولا که گفتن که سریال بودجهش 100 میلیارد بوده، در صورتی که بودجه سریال پایتخت بالای 200 میلیارد تومان بوده. اگر غیر از این بوده لطف کنن که صدا و سیما و بقیه نهادهایی که اونجا هستن بیان و نشون بدن که ماجرای این دستمزدها چجوری بود. آقا مگه نمیگید شفافیت؟ شما خودتون شفافیت ندارید در بودجه‌ای که داره اتفاق میفته. مورد دوم حضور محسن تنامنده توی این سریال هستش. اینکه دستمزدی که اعلام شده برای محسن تنامنده عنوان شده 20 میلیارد تومان به عنوان بازیگر و برای هر قسمت نویسندگی 330 میلیون تومان. یعنی هر یه قسمتی که ایشون نویسندگی کرده 330 میلیون تومان دستمزد گرفت. حالا میگن که تقریبا نزدیک به 4-5 میلیارد تومان دستمزد کلی ایشون به عنوان نویسندگی بوده و حضور یه سری از این بازیگرها توی این سریال هم همچین مفتی و مجانی نبوده. اون بازیگر نقش بهروز، اصلا خود بهروز اومد گفتش که به محسن تنامنده پول داده بوده و اون آوردتش توی این سریال بازی بکنه. به هر حال سریال پرمخاطبی هستش و آمارها و ارقامها اینو نشون میدن، ولی موج این انتقادها از همه عجیب و غریب تره. نکته‌ای که وجود داره این هستش که صدا و سیما از هر قسمت از پخش سریال پایتخت 7 ناقابل 156 میلیارد تومان تبلیغات به جیب میزنه، فقط از تبلیغات وسط سریال.
تبلیغات زیرنویس کنار که به صورت میانگین هر 50 ثانیه یه زیرنویس تبلیغاتی می اومد، اون که به کنار. تبلیغاتی که داخل سریال شد اونم کنار. یعنی به صورت میانگین اگه بخوایم همه رو با هم جمع بزنیم، هر قسمت پخش سریال پایتخت برای صدا و سیما بالای 500 میلیارد تومان درآمد داره. یعنی براشون هم میصرفه دیگه. 200 میلیارد تومان دادن برای سریال، هر قسمتشو 500 میلیارد تومان دارن کسب درآمد میکنن. حالا این پول کجا میره؟ خرج چی میشه؟ چجوری شفاف سازی میشه؟ شما پیدا کنید پرتغال فروشو. الان صدا و سیما توی هزینه پرداخت حقوق کارمنداش مونده. یعنی حقوق کارمندای خودشو صدا و سیما، حالا بعضیشون که قراردادی ان شرکت، الان که رسمی بسشون فرق میکنه، الان که قرارداد شرکتی ان هست چنگای عقب میندازه. پس شما این همه درآمد از فقط حالا فوتبال و چیزهای مختلف بماند دارید، فقط از یه شبکش، بقیه جا بماند. اما سریالی که گفتم نه سناریو داره، نه فیلمنامه داره، نه داستان داره و جالبه بدونید که اومدن و یه قسمتایشو از سریال سوپرانوز سخت شده اسمش تبلیغ کردن که یه روانشناس رو بردن. چقدر روانشناسا اومدن و حمله کردن، گفتن آقا روانشناسا رو داری تخریب میکنی. البته بر کسی پوشیده نیست دیگه، یعنی 70% اون روانشناسا همون چیزی هستن که ما داریم تو این سریال میبینیم، حالا 30% هم محترم. تو همه قشرها هم اینطوریه، یعنی تو پزشکا هست، توی نمیدونم قنادا هست، دیدید دیگه فیلماش هم از چنگای میاد بیرون. تو حوزه روانشناسا هم هست، حالا من نمیدونم چرا این روانشناسا در اعتراض میکنن. تو هر صنفی حالا این خوب و بده هست. اما نکته‌ای که وجود داره گفتم دیگه، وجود محسن تراننده تو این سریال. محسن تراننده‌ای که موقعی که داشت پایتخت 6 ضبط میشد که پخش بشه، گفت آقا من اصلا دیگه نمیخوام تو صدا و سیما باشم، من اصلا خداحافظی میکنم به خاطر توهینی که به رخشان بنی اعتماد و بقیه بازیگرا شده بوده. یه توهینی شده بود توی صدا و سیما، اگه اشتباه نکنم توی شبکه 4 به سری از این بازیگرا. محسن تراننده هم نقش بروسلی گرفت و تو اون زمانهایی که ماجرای مهسا امینی بود و این صحبت، گفت آقا من دیگه از صدا و سیما خداحافظی کردم و اصلا دیگه سمت صدا و سیما نمیرم. بعد از اون احمد مهرانفرم اومد و این موضوع رو رقم زد و گفت آقا منم دیگه تو صدا و سیما نمیرم. لامصب پول چه میکنه دیگه، پولی که اینا دریافت میکنن. بعد از اون شما سریال اگه دیده باشید و قطعا همتون دیدید که الان دارید این ویدیو رو تماشا میکنید، دیالوگ های مصنوعی، اصلا لهجه ها که دیگه اصلا تعطیل شد. البته بعد یه خدا قوت و دمت گرم به تمام برابچه خطه شمال، علل خصوص مازندران بگم. حالا تو به نظر من حالا داشتیم دیگه، مثلا نونخه هم داشتیم که با لهجه کردی بوده، ولی خب توی بیشتر جاها اگر بخوام با یه لحنی با یه لهجه صحبت بکنم، معمولا مردمان اون شهر حالا زیاد بر نمیتابن. یعنی حالا ممکنه حالا واکنشای نشون بدن، اما حالا مازندرانی‌ها دمشون گرم. ما داشتیم دیگه تو کردام نونخه رو داشتیم که بودن و خیلی حال کردن توی قضیه. اما نکته‌ای که وجود داره مثلا توی این سریال انقدر دیالوگ ها مصنوعیه و طنزی که داره استفاده میشه طنز سطح پایینه. یعنی طنزایی که ما داریم توش میبینیم انگار مثلا شما دارید کلیپ‌های سوس ماستی اینستاگرامی میبینی. شاید این طنزها 20 سال پیش 30 سال پیش حرفی برای گفتن داشته، اما در شرایط فعلی هیچ کدوم از این طنزها عملا نمیتونه خنده روی لب مردم بیاره. من قسمت اولو دیدم، قسمت دومو دیدم، یعنی من خودم حداقل آدمیم که خوشبینانه و مثبت نگاه میکنم، اصلا جاییش برای من خنده‌دار نبود. شما نگاه بکنید سریالی که مهران مدیری ساخت، مثل شب‌های برره یا بدون شهر، مثلا سریالی که 20 سال شب‌های برره ازش 20 سال میگذره، شما هر بار میبینی برای تازگی داره، هر بار میبینی این طنزش برای شما جذابیت داره. ولی ما میبینیم که پایتخت 7 چیزی برای گفتن نداره به عنوان. البته حالا چند قسمت اولش شاید تو قسمت‌های بعدی، قسمت‌های بالاتر اصطلاحاً بتونه خودشو پیدا کنه و فیلمنامه خودشو نشون بده. عموما البته همیشه هست دیگه، مثلا تو 2-3 قسمت اول ممکنه که خیلی شلوول بره، اما فیلمنامه یه بحثه. ما میگم آقا ممکنه فیلمنامه جذاب بشه،
ممکنه جالب بشه. بازی مصنوعی بازیگرا اصلا مرحله دومه. اصلا آدم وقتی نگاه میکنه حس میکنه انگار هوش مصنوعی اومده دیالوگ به اینا گفته. دیالوگ های خیلی اصلا ساده، اصلا یعنی هیچ گلزار اینا رو زده تو دیالوگ گفتن های احساسی یا طنز. و این حالا انتقادهاییه که 99% مخاطبا دارن. یعنی این چیزی که من دارم میگم شاید من به عنوان یه شخص دارم صحبت میکنم و چکیده انتقادهاییه که ملت دارن از سریال پایتخت 7. و نکته‌ای که وجود داره این هستش که یه نکته مثبت این سریال داشت، این که بسیار کیفیت دوربین ها توی این سریال بالاه. 4K دارن ضبط میکنن و احتمالاً حالا یا بالاتر، ولی بسیار کیفیت دوربین ها بالاه. و این بالا بودن کیفیت دوربین ها همیشه کارساز نیست. یعنی شما فکر نکن که اگر از بهترین تجهیزات تصویربرداری یا بهترین کیفیت استفاده بکنی هر تکنولوژی جا و مکانی داره، چون اون حس نوستالژی کار رو گرفته بود، این کیفیت بالای تصویربرداری. و حالا بعضی از جا هم استفاده از هوش مصنوعی این همزاد پنداری مخاطب رو از بین برده بود. اینکه دیالوگ ها خیلی داشت کتابی گفته میشد، اون حس نوستالژی گرفته بود. مردم دوست داشتن لهجه رو در این سریال، ولی ما میبینیم که عملا این لهجه حذف شده بود و با کج سلیقگی و یا شاید سانسورهایی که اتفاق افتاده در این موضوع صورت میگه. البته ما دیالوگ هایی رو تو قسمت اول داشتیم که دیالوگ هایی هستش که در اصطلاح رسانه دیالوگ های ممیزیه و دیالوگ هایی که معمولا سانسور میشه. ما دیدیم که تو پایتخت 7 خیلی دستشون تو دیالوگ گفتن باز بوده. نکته دیگه‌ای که وجود داره حضور پرتعداد بلاگرای پشمک خیاریه. یعنی بلاگرایی که ما همیشه مسخره میکنیم مبینا دندونیه، یعنی بلاگرایی که حالا تو فضای مجازی مقداری دنبال کننده و اصطلاحاً فالوور دارن، ما نقشای این افراد رو در قسمت‌های مختلف این سریال میبینیم. یعنی صدا و سیما هم به این باور رسیده که از پتانسیل بلاگرها به عنوان جذب مخاطب استفاده بکنه. شاید در پس ذهن خودشون فکر میکنن و به این باور رسیدن که این سریال سناریوش نقطه قوتی نداره و به خاطر همین از بلاگرها کمک گرفتن که بتونن مخاطب اون بلاگرها رو جذب بکنن برای این سریالی که عملا یه سریال بیزینسی بود تا یه سریالی که بخواد خنده رو روی لب مردم بیاره. البته موافقانی هم این سریال داشته کسایی بودن که میگفتن ما بعد 10-20 سال برگشتیم و داریم تلویزیون نگاه میکنیم، ولی بعد 1-2 سال بعضیاشون و خیلی دیگه‌شون هم میگن که ما سریال پایتخت یه حس نوستالژی قدیمی برای ما داره که شب عید میشینیم سریال پایتخت رو میبینیم. از عمر سریال پایتخت تقریبا نزدیک به 10 سال میگذره، شاید هم بیشتر، به خاطر اینکه وقفه افتاد بین سریال پایتخت در طول فصل‌های مختلفش و نزدیک به 10 سال داره سریال پایتخت پخش میشه. و حضور بلاگرها و افراد معروف تو این سریال خیلی خودنمایی کرده و اینکه مردم هم میگن که برای ما یه حس نوستالژی داره. اما چیزی که مشخصه، من اول این ویدیو هم گفتم، بسیار کم بود و نبود استاد خشایار الوند به عنوان یک نویسنده بیچون و چرا در حوزه طنز تو این سریال شنیده میشه و عدم حضور یک سری از بازیگرها که حالا با کج سلیقگی یا شاید هم چیزهای دیگه، حالا چیزهای دیگه هم توضیح میدم تو این ویدیو، حذف شدن. حالا سارا نیکایی که حاشیه‌های زیادی داشتن، فیلم پارتی و مشروب خوردن و چیزهای مختلفشون که لو رفت و عملا از صحنه تلویزیون حذف شدن و 2 سارا نیکایی جدیدتر با سنهای بالاتر توی این سریال اضافه شدن و به نوعی با واکنش سارا نیکا هم همراه بود بازیگر نقش بهروز که اومدن گفتن که با پول این نقش جابجا شده. نمیدونم بهنود بود، یکی دیگه شون بود که اینها تو این سریال بنده خدا یه فصل میکشنش یه فصل هست. ولی خب اون چیزی که مشخصه، شاید خیلی از عواملی که تو این سریال دخیل هستن دوست نداشتن یه سری از این بازیگرها دوباره تو این سریال بازی کنن.
علیرضا خمسه مصاحبه کرد و گفت خیلی دوست داشتم، اون بابا پنجلی سریال پایتخت گفته من خیلی دوست داشتم که تو این سریال دوباره برگردم و بازی بکنم و حتی پیشنهاداتی رو به تهیه کننده و کارگردان این سریال دادم که این بابا پنجلی دوباره زنده بشه یا روحش بیاد توی این سریال و باشه و اونها هم گفتن که نه، قابل باور و باورپذیر نخواهد بود و حضور علیرضا خمسه به عنوان یکی از اساتید سینما ایران رو تو این سریال ما نداشتیم و به جای اینکه سعی بکنن بازیگرهای بیشتری توی این سریال تزریق بکنن و بازیگرای قبلی رو حفظ بکنن، هم بازیگرای قبلی رو حذف کردن یا عوض کردن و بازیگرهای جدید رو هم نیاوردن توی این سریال و فقط تنها پیشرفتشون در حوزه جذب اسپانسرینگ بود که تونستن فقط برای خودشون اسپانسر بگیرن و بتونن بیننده رو سمت خودشون بکشونن که البته کاملا ضد این قضیه بود و این قضیه بسیار سر و صدا کرد در بین مخاطب‌ها و بین مردم. سریال پایتخت 7 همچنان ادامه داره و داره پخش میشه. حالا من نمیدونم شما که این سریال رو، حالا این ویدیو رو میبینید و این سریال رو دنبال میکنید، اما قطعا در طول روزهای آینده بررسی خواهیم کرد قسمت‌های بیشتر سریال پایتخت رو، بازیگرهاشون رو و نقص‌ها و نقاط قوتی که وجود داره. به هر حال سریال پایتخت جا داره برای صحبت کردن به عنوان یکی از گرونترین سریال های حال حاضر ایران و فکر میکنم که مردم هم دوست داشته باشن نسبت به این قضیه واکنش نشون بدن. یه لطف بکنید اگر دوست داشتید شما هم کامنت بذارید و نظراتتون رو بگید. حتما تو ویدیوهای بعدی من نظراتتون رو میخونم که نظر شما در خصوص سریال پایتخت 7 چی هستش و مرسی که تا این لحظه با ما بودید. کانال پشت پرده رو اگه سابسکرایب کنید جای دوری نمیریم، دکمه قرمز رنگ رو بزنید این پایین و دکمه سابسکرایب بزنید و برای دوستان خودتون اگر به اشتراک بذارید ممنون میشم. خیلی مخلصیم و دمتون گرم.